این دختر یه الماس رو داخل دهن این موش دستاموز میذاره و چند لحظه بعد 85,000 الماس از ته موجود میریزه بیرون. این موش آخرین بازمانده از نوع خودشه. یه زمانی تعداد زیادی از این موشا توی یه سیاره با این مردم سرخجو با آرامش زندگی میکردن تا اینکه یه روز انسان‌ها از آسمون بهشون حمله کردن. پادشاه و مردمش برای زنده موندن به سمت یه سفینه سقوط کرده فرار کردن تا داخلش پناه بگیرن. اونا با عجله وارد سفینه شدن و در و پشت سرشون بستن، اما متوجه یه فاجعه شدن. پرنسس دختر پادشاه بیرون جا مونده بود، دستگیره درم شکسته بود و اونا نمیتونستن در رو باز کنن. پدر و مادرش از پشت شیشه با وحشت و ناامیدی به دخترشون نگاه میکردن که بی پناه در برابر دشمن ایستاده بود. پرنسس که میدونست دیگه راه نجاتی نداره، آخرین وداعش رو با مردمش انجام داد و قبل از اینکه کشته بشه روح خودش رو به شکل یه سیگنال کمک به اعماق فضا فرستاد.